تهدیدهای تجاوز روزانه صدها به زنم، خب، و به دختر بچه‌های توی خانواده‌ام. بعد گفتی که این یه گروه داری که 15 سال داری رانش میکنی. اینو واسه من توضیح میدی این گروه چیه؟ آره، ما از انگلیسی شروع کردیم. تو همون ایران انگلیسی شروع کردی؟ آره، چون که من میخواستم دنیویش کنم. خب آها. من اینو توی ایران که بودم، آره، از توی ایران شروع کردم و اون موقع اسم چهره خودم نبود. اسمش گذاشتم Atheist Republic و از همه دنیا اون موقع فیسبوک نبود. رو اورکات شروع کردیم. خیلی از برزیل خیلی هم میومد. آره خیلی از کشورهای مسیحی مسلمان، پاکستان خیلی بود، ایران، پاکستان، برزیل، آمریکا پر بود. خب بیدین ها به خدا ناباورای جهان و شاید بزرگترین گروه خدا ناباوران جهان تا اخیراً که بند شد، چون ما فیسبوکمون رسید به 2.5 میلیون نفر. نه بابا. و شدیم بزرگترین. آره، و همین چند ماه پیش رو فیسبوک بند شدیم. چرا؟ برای اینکه مسلمونا و هندوها پشت سر هم ریپورت کردن، مس رپورتمون کردن. حالا داریم سعی میکنیم دوباره برش گردونیم ولی از دست داریم. البته خیلی هم فیسبوک انقدر جای بیخودی شده که ما باید بیشتر تمرکزمون رو میذاشتیم روی یوتیوب. اون زمان که ما شروع کردیم فیسبوک خیلی جای بزرگی بود، خب یعنی برای آگاهی رسانی و اینا، ولی انقدر دیگه فیسبوک جایی شده که باورهایی که یه مقدار کانتروورشال باشه یا جنجالی باشه انقدر سرکوب میشه که با 2 میلیون فالووری هم که داشتیم دیگه پستامون یه زمانی هر پستی که میذاشتیم صدها هزار تا مثلا ویو میخورد. ما رو سرکوب کردن رو فیسبوک که نسبت به یه پیجی که 10,000 تا فالوور هم بیشتر نداشت مثلا پستامون ویو نمیخورد. بگه تمرکزشون رو گذاشته بودیم روی یوتیوب الان دیگه، یعنی اخیراً دیگه بیشتر روی یوتیوب رفتیم جلو. ولی آره اون الان روی اینستاگرام 100 خورده هزار فالوور داره انگلیسیمون، روی توییتر هم 150، فکر کنم روی اینستاگرام 150,000، روی توییتر هم 150,000 تا، ولی فیسبوکمون اون اولیش بود که 2.5 میلیون رسید که رفتش. الان روی یوتیوب انگلیسیمون 50,000 تا سابسکرایبر داره که بیشتر دارم سعی میکنم که الان برای آگاهی رسانی جای درست همین یوتیوبه. یعنی اینستاگرام و توییتر و فیسبوک و اینا واقعا جواب نمیده. یوتیوبه که بهترین جا برای اطلاع رسانی و واسه کار فکری عمیقه. اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و اینا همش برای فکرای مثلا چند ثانیه‌ایه، خب برای کسایی که مثلا خیلی نمیتونی عمیق وارد بحث بشی. یوتیوب خیلی جای بهتریه. من اگه برمیگشتم عقب بیشتر تمرکزمو به جنگ میذاشتم رو فیسبوک، از همون اول میذاشتم رو یوتیوب. بعد چند سال پیشم کانال یوتیوب جمهوری بی خدایان رو شروع کردیم، فارسیش رو شروع کردیم که اونم الان حدودا به 30,000 تا رسیده. و آره دیگه الان تمرکزم بیشتر شده روی این دوتا کانال یوتیوب، Atheist Republic برای انگلیسی، جمهوری بی خدایان کانال فارسی. بعد گفتی که کلا دنیای مجازی و از دنیای شخصی جدا کردی. این تنها کسی هستی که تا حالا دیدم همچین کاری کرده. خیلی برام جالب بود. داستانی داری راجع به این برامون بگی؟ ضرری توش احساس کرده باشی یا اگه میکردی میرفت تو پاچت چون نکردی سود کردی؟ نه، من این کار قبلا نمیکردم ولی یه اتفاقی افتاد دیگه مجبور شدم این کارو بکنم. من یه دفعه اومدم قرآن پاره، یه بحث دیبیتی شده بودیم توی توییتر و اینا سر توهین به ادیان. خب در واکنش با اون من یه قرآن رو برداشتم، توف کردم روش، پارش کردم، مچالش کردم و پرتش کردم طرف دور. خب این فیلم رو یه رسانه هندی، اوپی اندیا فکر کنم اسمش بود، اوپی اندیا آره هم چیزی، اومد برداشت و منتشرش کرد رو وبسایتشون. خب و این یک وبسایتی هست که بسیار مخاطب داره بین هندوهای راستگرای ضد اسلام و ضد مسلمان هندی. خب و این کلی یه دفعه وایرال شد، سایت های خبری اومد و اینا، مثلا توییتر داغ پر شده بود و اینا. خب و من اینا رو نگاه کردم، من دیدم خیلی از آدمای دیگه که ضد اسلام هستن روی اینا موج سواری میکنن، چون میلیونی اینا ضد اسلام و ضد مسلمانن. من ضد اسلام هم ضد مسلمان نیستم، خب ولی اینا هم ضد اسلام هم ضد مسلمان بودن. و من
احساس کردم که نباید با اینا یکی بشن. خب چون اینا اسلام ستیز فقط نیستن، مسلمان ستیز هم هستن. و من دیدم که دلایلی هم که اینا دارن که ضد اسلام هستن درست حسابی نیست. یعنی اینا خودشون هندو خرمذهبی هستن واقعا، یعنی آخوندهای خود اینا خرمذهبی هندوی خود هند بودن. خب و من خیلی یه افتخاری هم به خودم میکنم اینجا، این بود که خیلی راحت بود سوار اینا بشی و کلی مخاطب بگیری. یعنی اینا میلیونی بودن و هندم با اون جمعیتش، اینا هر باورهای ضد اسلامی بندازه جلو اینا میان سریع از میگیرن و آره اصلا آسون بود، دم دستم بود. حمایت مالیمون چقدر یه دفعه رفت بالا. وسط این همه رشد مخاطب و رشد پیتریان و همه اینا، من اومدم یه توییت گذاشتم، خدای هندوها رو، کلیما رو پست از این خدای گذاشتم. خب چنان به اینا برخورد، چنان من تا حالا یک رفتاری از اینا دیدم که تا حالا از هیچ جا ندیده بودم. واو. یه سونامی حمله به من شد و نه فقط به من، به هر کسی که هر منو میشناخت. خب و کلی اومدن التماس کردن که آرمین اینو دیلیت کن. تهدیدهایی که میشدم، تهدیدهای جانی، تهدید به تجاوز، خانواده‌مو پیدا میکردن، مخصوصا زنای توی خانواده‌م، عکساشو اون موقع من مادرم که با سرطان مرده بود، رفتن عکساشو در آوردن، با عکسای مادرم فیلم دیپ فیک پورن درست میکردن و میفرستادن برای بقیه اعضای خانواده، جوری که برادرم به من زنگ زده بود، گریه میکرد که آرمین اینا یه کاری کن، اینا قطع شه، یه کاری کن که این دیگه نیاد. تهدیدهای تجاوز روزانه صدها به زنم، خب و به دختر بچه‌های توی خانواده‌ام، پشت سر هم روزی اصلا سیلی از اینا شده بود. خب و من اون با اینکه من تهدید جان و اینا زیاد شده بودم، خب ولی این حجم از این تهدید، ببین من الان توی هند 4 تا فایل کیفری الان هست توی پلیس تو شهرهای مختلف، ما که من هیچ وقت پامو تو هند نذاشتم. خب 4 تا دفتر پلیس هست که منو میخواد. خب توی دیوان عالی دهلی من و همکارم سوزانا مکنتایر ما کیسمون اومده، من تو دیوان عالی دهلی و تو دیوان عالی تمام هندم کیس جمهوری بی خدایان اومده. خب که برای مدیریت فضای مجازی توی هند، خب در این حد. و موقعی که من این کارو کرد در حدی شده بود که می‌دونی چرا اینطوری شد؟ برای اینکه من تو اون لحظه برای بار اولی بود که من تصمیم گرفت، نزدیک بود تصمیم بگیرم عقب نشینی کنم. خب یعنی همیشه من پررو بودم ولی این انقدر حجمش زیاد بود که برای اولین بار اومدم گفتم که بکشم عقب. ولی در لحظه آخر گفتم نه، من عقب نشینی نمی کنم. خب چون عقب نشینی یعنی این جواب میده. خب یعنی من اومدم بگم که دیگه نمیارزه اون لحظه، چون من گریه های اعضای خانواده‌مو که داشتم میشنیدم گفتم دیگه اینقدر هزینه نمیارزه. تو اون لحظه گفتم که بذار ول کنم، ولی تو لحظه آخر گفتم من اگه الان عقب نشینی بکنم به همه اینا سیگنال دادم که این روش جواب میده و این روش رو برای بقیه هم استفاده بکنم. برای همین به جای که عقب نشینی بکنم رفتم پول دادم به یه هنرمند، شروع کردم به طراحی خداهای هندوها. خب قول دادم که هفته یک بار خداهای هندوها رو میکشم و میذارم. خب ادامه هم میدم. خب هر کاری هم بکنیم من این عقب نشینی نمیکنم که به شما نشون بدم این جواب نمیده. و این کارم کردم و تا امروز این بهش میگیم هنرهای کفرآمیز و هفته یک بار ما اینا هنوز داریم ارتشار میکنیم. به همه بقیه ادیان هم رسیدیم، محمد، بودا،
مسیح، همه رو میکشیم، خداهای باستان و اینا رو، ولی با خداهای هندوها شروع شد. الان یه وبسایت زدیم blasphemousarts.com که هر هفته اونجا یکی از این هنرهای کفرآمیز منتشر میشه. ولی از اون به بعد من گفتم، منم شرط بستم، به من گفتن آرمین این کارو نکن، اینا باعث میشه که این بدتر بشه. من گفتم اولش بدتر میشه، اگه من عقب نشینی بکنم هست که اتفاقا بدتر میشه. من به شرط بستم که من اگه این کارو ادامه بدم اینا به یک زمانی میرسه که دیسنسیتایز میشه. یعنی شما به من میگی که اگه هنرها رو ادامه بدم بدتر میشه، من ادعا کردم که نه، اگه عقب نشینی کنم بدتر میشه، چون داری به اینا نشون میدی که این روش کار میکنه. من قول دادم که اگه هر هفته این کار رو ادامه بدم در نهایت این حساسیت زدایی میشه و اینا دیگه ول میکنن، اینو میفهمن که این رو من جواب نمیده و ولم میکنن. الان چند ساله که دیگه ما هنر هر هفته یه بار یکی از این خدایان رو میذاریم، کسی هم دیگه با من کاری نداره و جواب داد. یعنی همونجوری که اون محمدو کشیدن تبدیل شد به یک انیول ایونت، یک سالگرد شد که سال یک بار محمدو بیان بکشن. اوایلش دیدیم محمدو میکشن، سفارت آتیش زدن، آدم کشتن. الان انقدر این عادی سازی شده که دیگه دنیای اسلام نسبت به اون واکنش اولیه رو، یادت اون هنرمنده اومد محمدو کشید با اون بمب رو سرش، دنیای اسلام چه واکنشی نشون داد؟ الان اگه نگاه بکنی دیگه اون واکنش نیست، در صورتی که سال یک بار ما یه انیول ایونت داریم و این حساسیت زدایی شد، جواب داد. هم تو اسلام جواب داد، هم تو دین هندوئیسم جواب داد. این نشون میده که عقب نشینی نکنیم. برای همین من میگم که عقب نشینی نکنیم. برای همین کاربرد توهین به اسلام من همینو میبینم که ما با تروریست نگوشییت نمیکنیم. شما با هر کسی که مذاکره بکنی داری نشون میدی اون تهدیدی که شما رو کرده که شما رو به پای میز مذاکره بیاره، اون تهدید جواب داده و این باعث افزایش خشونت و تهدید میشه، باعث کاهشش نمیشه. خیلی جالب بود. من احساس میکنم الان مثلا در واقع من دارم با سلمان رشدی الان صحبت میکنم. ما آره چیز بود موقعی که این اتفاق افتاد خیلی بمب خبری بزرگی بود. ما با ایتیزم برای اولین بار توی هند ترند شد. آدمای مختلفی مثل ریچارد داکینز و بقیه آتئیستای بزرگ اومدن از ما حمایت کردن و حتی ما تو مالزی هم تو دردسر افتادیم. ما توی مالزی دولت مالزی افتاده بود دنبال گرفتن اعضای گروه جمهوری بی خدایان توی کوالالامپور و دنبالشون میگشتن و وزیر دپیوتی مینیستر مالزی گفته بود اینا رو باید شکار کنیم. گفت اعضای جمهوری بی خدایان توی مالزی رو گفت باید شکار کنیم. جوری شد که اسم جمهوری بی خدایان رو، ایتیست ریپابلیک رو، تو سازمان ملل تو سکیوریتی کانسل آوردن. یعنی در این حد اون بولد شده بود. آره برای اولین بار آتئیسم توی سازمان ملل مطرح شدنش به خاطر این بود که دولت مالزی داشت میگشت دنبال اعضای جمهوری به خدایان توی کوالالامپور. اعضایی داشتین تو کوالالامپور یا هر کی که فقط عضو بود و اینا میگفتن اعضا؟ نه ما چیز داشتیم، ما یک شعبه داشتیم تو کوالالامپور. آها چقدر جالب. چه دنیای وحشی سختی رو زندگی کردی. یعنی اصلا پراکور کم ریخت. آره اصلا ما فیلمشو داریم که یه دپیوتی مینیستر توی پارلمان مالزی میپرسه به خاطر گروه فیسبوک ما، میپرسه که میشه ما فیسبوک رو تو مالزی اصلا کاملا قطع بکنیم فقط به خاطر گروه ما. سوال جدی میپرسه، این فیلمش هست، کسی باورش نمیشه که داره میپرسه میشه فیسبوک رو توی مالزی غیر قانونی بکنیم فقط به خاطر فعالیت گروه ما توی فیسبوک ما توی مالزی. من نمی‌دونم مالزی اینجوری دینیه. مالزی دینیه، مشتیه کشورش. آره داره متاسفانه داره دینی‌تر هم میشه. من اولین تهدید سربریدنم رو از مالزی گرفتم. تبریک میگم. مال ایران بود. تو بچه پولدارمونی خارجی بودی، یا خارجی گفتیم ما هم از اونا مثلا مشهد بغله برام فرستادن. خیلی جالب. چه دنیای وحشی زندگی کردی یا میکنی. الان تازه میگیرمت. من
چون میگم من برای بچه‌ها که نمیدونن من خب همه ویدیوام تکنیکلی ویدیوه دیگه یکی میشم تو ویدیویی و من خب اگه کسی رو بدونم نزدیکمه دوست دارم برای این دوتا میکروفونی که اینجا بغلم چسبیده واسه همینه که اگه یه روزی کسی اومد بشه من همش هم به خاطر کینگ رامه به خدا و اینا هم که نمیاد درگیر سلام برسون حتما. بعد فهمیدم امروز آرمین اینجاست یعنی طرف تو کاناداست. بعد گفتم که خب چه بعد از دست ادمینم شاکی شدم که بابا چرا نگفتی طرف بیاد بشینه بغلمون با هم ویدیو بگیریم چرا می‌خواستم به کلی به ادمینم قور بزنم و اینا و دیگه چون تو ویدیو بودم وقت نکردم به ادمینم قور بزنم. بعد که الان اومدم تو ویدیو اینا دیدم خوب شد نگفتم مثلا بهت میگفتم فکر کنم حتما تروریستم دیگه جوابم نمیدادی میگفتی این یارو ما ندیدیم بهتون من خبر نشدم بیا خودمون دیگه دار آقا هیچ کی نیست فقط خودمون قویدی یه تفنگامو بهت نشون بدم پشت خودمون یه جنگل هیچ کی نیست بیا بریم توش خرسم یه مقدار باید مراقب بود. من دو نیم بار حدوده حداقل 2 بار پلیس اومد خونم که تحت 3 بار مجبور شدم جامو عوض کنم به خاطر تهدیدایی که شدم. یعنی پلیس بهت گفت عوض کن لطفا؟ نه اصلا پلیس اومد خونم به خاطر تهدیدایی که شده بودم اومد مثلا چیز کرد نشستن فایل تهدیدایی که شدم رو بهشون دادم. یه بار کلی تهدید شدم هر چیز زنگ میزنم به پلیس محلم نمیذاشتن و یکی از این دختره که منو داشت تهدید میکرد اسم بمب آورد خب و اون موقع یه پلیس اومد خونم گفت اوه اسم بمب که بیاد ما میام خون ما تبعیضاتی میگیریم. من گفتم آره من به اون دختر مسلمونه تو ته دلم گفتم خب دمت گرم حداقل یه چیزی گفتی که اینا بیان اینو جدی بگیرن. حالا هر کی بهت میگه بگو تو اگه مردش بودی منو میترکوندی خواهی داری منو بترکون بعد میگه آره میام میترکونم پلیس نه جالبش اینه که تهدیده هم از تو خود خاک کانادا نبود تهدیدهای دیگه هم برای همین پلیس جدی نمیگرفت. خب برای اینکه یه بار من دانشگاه داشتم میرفتم صحبت بکنم تهدید شدم بعد اون چون از تو خود کانادا بود اون ادعا بر این بود که از تو خاک کانادا بود اونو جدی گرفتن ولی یه بار دیگه از خارج بود ولی چون اسم بمب یعنی پلیس خیلی جدی نمیگیره میگه خب این مثلا تو کانادا نیست ما چیکار کنیم از یه جای دیگه از یه کشور دیگه داری تهدید میشه. خب ولی چون طرف اسم بمب آورده بود رفت توی اون فایل عملیات تروریستی و دیگه از خارج هم باشه مهم نیست جدی میگیرن دنبالش. فهمیدم. حالا پس خوب شد نگفتی چون من همیشه یه جوک یعنی همیشه یه جوک میکنم زیاد مثلا میگم دارم تو فرودگاه یا تو قصابی هر جا دارم با یه نفر دیل میکنم بعد یارو میگه تو کجایی هستی میگم ایرانیم پس با هم نایس باش وگرنه او من نکنم همیشه کار میکنه همیشه آدم قهقه میخندن ولی یه بار یادم اشتباه بشنوه یا میریم زندان سر یه آره بابا مراقب آره دیگه نمیگم بعضی موقع هم که میرم مثلا آیدی ازم میخوان آیدی چیزمو میدم آیدی لایسنس تفنگمو میدم خب اصلا کی آیدی تفنگ میده آیدی درایورز لایسنس میدم آیدی بی سی میده مال هلت میده کردیت کارت میده من چیز تفنگمو میذارم رو میز بعد که نگاه میکنه میگم من ایرانی ام با من نایس بای میدونی این جوکم بود دیگه امروز این جوکو تو کشتی. آره خطرناکه نه جدیه کسی میتونه سود بکنه اگه احساس تهدید بکنه مراقب باش. آره دیگه بعد فکر کنم مثلا برید توی دادگاه قاضی چیکار کرده اومد به من گفت جامو عوض کن جای خوب بذار اگه جای خوب نذاری من ایرانی ام. ببین حالا جالبه میگی ایرانی میگی ایرانیان یا میگی پرشن کدومو میگی تو؟ ایرانی یا ایرانی دمت گرم که خوب. آره چون بعضیا حساسن نمیگن ایرانیان میگن پرشن در صورتی که این اشتباهه ایرانی حالا یعنی من میگم ایرانی بعد یارو میگه you mean Persian ها خارجی ها نه خیلی جالبه نه بگو که نه بگو که اسم کشور ایرانه نه پرژا داره به نژاد اشاره میکنه نه به کشور اشاره نمیکنه. من خیلی این هویت ایران خیلی مهمه که ما اگه این ملیگرایی مدنی رو میخوایم تبلیغ بکنیم چون ملیگرایی مدنی یکی از بهترین راه‌های مبارزه با دینه.
خب چون وقتی متوجه میشی که مردم احتیاج به هویت و عضویت توی گروه دارن، خب جایگزینش چیه؟ بهترین جایگزینش همین ملیگرایی مدنیه. خب آره، حالا خیلی مهمه که ما این ملیگرایی رو بر اساس یک قوم یا یک نژاد نکنیم، یعنی کاندیشنالش شرطیش به، یعنی بر اساس یک فرهنگ متعلق به یه نژاد نکنیم. یعنی ایرانی بودن و فارسی بودن دو تا چیز مختلفه. البته زبون ایران، زبون رسمی ایران فارسی هست و باید فارسی باشه، نه به خاطر اینکه ما تعصبی داریم نسبت به فارس و فارسی، به خاطر اینکه پررواج‌ترین زبان ایرانه و برای همین بیشترین کاربرد رو داره. برای همین زبان رسمی ایران فقط باید فارسی باشه، این درسته. ولی هویت، خب زبان فارسی ولی هویت نباید فارسی باشه، هویت باید ایرانی باشه. هویت ایرانیه، چون نصف ایران فقط فارسه. خب نصف ایران فقط مثل اینطوری که وقتی یکی اینجا میبینتت میگه من هندیم، تو صحیح اسوم نمیکنی که یارو پنجابی حرف میزنه، میگه اوه که تو هندی، کجای هندی؟ پنجابی. بعد میگه نه من فلانم. البته حرف میزنه رو ببین، ما میتونیم اسوم بکنیم که طرف فارسی حرف میزنه. خب فارسی حرف زدن با اینکه قومیت، برای قومیت ارزش نمیخوایم قائل باشیم. قومیت یه هویت خیلی مزخرفیه. درسته. ما طرف میتونه کرد باشه، طرف میتونه ترک باشه، طرف میتونه عرب باشه. دیدی اینا که الکی میگم کردا ولی تخمیان. یارو اول میگه آره موافقم، من خودم کردم، آخه واسم شوخی میکنم. نه همه قبول داری که هم هویت قومی همش تخمیه، اصلا معنی نداره. اگه میخوای قومی بکنی باید بگی من مال زمینم. این منطقیه. تو میتونی قومی رو بگی فارس زمین. هم برای فارس هم میگم، فارس هویت فارس هم هویت تخمیه. خب ایرانی خوبه که کاربرد داره، آره هویتی که ارزش داره هویت ایرانیه. یعنی مثلا هویت اسرائیلی، ایرانی، آمریکایی، خب نه مثلا سفید، سیاه، ترک، کرد. البته یه چیزی بگم، فرهنگ ارزش داره. خب اینا رو مهمه. خب ببین، فرهنگ کردی با ارزشه، فرهنگ ترکی با ارزشه، فرهنگ فارسی با ارزشه. خب ولی هویت کردی بی ارزشه، هویت ترکی بی ارزشه، هویت فارسی بی ارزشه. فرهنگ فارسی با ارزشه و فرهنگ فارسی برای فارس ها نیست، فرهنگ فارسی برای دنیاست، نه برای دنیاست. خب فرهنگ کرد با ارزشه ولی فرهنگ کرد صاحبش کردها نیستن. فرهنگ یک هدیه‌ای هست از یک سری آدم‌هایی به همه جهان. یعنی همونجوری که شاهنامه مال فارس ها نیست، شاهنامه برای دنیاست، برای هر کسی که میخوادش. یه هدیه هست از یه آدم‌هایی به بقیه جامعه بشری، برای هر کسی که دوست داشته باشه، برای هر کسی که سلیقش باشه. فرهنگی هم که از کردها میاد برای صاحبش کردها نیستن، صاحبش همه مردم جهانه. فرهنگی هم که از ترک ها میاد صاحبش ترک ها نیستن، صاحبش همه مردم جهانه. پس فرهنگ های مختلف با ارزشه، ارزشش هم بیشتر میشه وقتی که بدونیم که این متعلق به همه بشریته. فرهنگ ژاپنی و کره‌ای هم برای کره، ببین یه کسی که به فرهنگش افتخار میکنه خودش صاحبش. ببین همونجور که فرهنگ ژاپنی رو هر کسی میتونه تو دنیا استفاده بکنه، احتیاجی نداره که شما ژاپنی باشی. خب شما میتونی فیلمای ژاپنی رو دوست داشته باشی، غذاشون رو دوست داشته باشی، رقصشون رو دوست داشته باشی، لباساشون رو دوست داشته باشی. هر کسی داوطلبانه میتونه به از هر فرهنگی لذت ببره. شما میتونین یک ایرانی باشی که اصلا شاهنامه رو دوست نداشته باشی، فرهنگای یونانی رو دوست داشته باشی. یکی میتونی یونانی باشی که شاهنامه رو دوست داشته باشی. این کاملا داوطلبیه. خب و این داوطلبانی بودنش هم با ارزش ترش میکنه. این فرهنگ رو با هویت یکی نکنید. خب شما میتونی یه هویت ایرانی میتونی داشته باشی و از فرهنگ های ایران میتونی لذت ببری. ایران یه دونه فرهنگ نداره، ایران فرهنگ فارس نداره، ایران فرهنگ فارس، کرد، ترک، بلوچ، بختیاری، عرب و فرهنگ و همه این فرهنگ ها رو داره. خب اینا مجموعه فرهنگ هایی هست که ایران داره و شما به عنوان یک کسی که چرا هویت ایرانی کاربرد داره؟ خب چون هویت ایرانی بر اساس یک مفهوم مدرن ملت دولته که ماهیت قانونی داره و بر این ماهیت قانونی شما رو عضو یک تیمی میکنه که باعث میشه که شما بتونید با هم همکاری بر اساس این ماهیت قانونی همکاری میکنید با بقیه اعضای تیم برای رسیدن به یک سری اهداف مشترکی. حالا
این چون مدرنه، چون کاربردگرایانه است، چون مفهوم قانونی مشخص داره، کاربردش هم مشخصه. ولی هویت‌های قومی بر اساس خونه، بر اساس نژاده، بر اساس یک سری مفاهیم عقب افتاده قدیمیه، اتفاقا باعث ایجاد دشمنی بیشتری میشه. یعنی ما توی تیمی که باعث میشه یک جامعه رشد بکنه، همون تیم کشوره، تیم ملت دولته. شما اگه هویت‌های قومی رو روش دست بذاری، اونا رو بولد بکنی، این قوم‌های مختلف رو علیه هم میندازه. شما هرچی هویت قومی رو کم رنگ‌تر بکنی، در مقابلش اون هویت ملی رو با ارزش‌تر و پررنگ‌تر میکنی و قابلیت همکاری و رسیدن به اهداف‌های مشترک رو شانسش رو افزایش میدی. برای همین میگیم هویت ملی رو بولد بکنین، هویت‌های قومی رو کم رنگ‌تر بکنین.